سلام و درود. من شیوا باقری هستم، مدرس زبان آلمانی. خیلی خوشحالم که آموزش من رو انتخاب کردید. لطفا اگر ویدیوهای من رو از کانال یوتیوب تماشا میکنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. خب امروز ما با هم دیگه یک مبحث بسیار مهم رو یاد بگیریم که انقدر براش هیجان زدم که دوست دارم زودتر شروع کنیم درسمون رو. خب همونطور که میبینید جلسه امروزمون در مورد جمله سازی oder Satzbilden هستش. در زبان آلمانی هر جزء از یک جملمون در حقیقت جایگاه مخصوص خودش رو داره و نمیتونیم خیلی دستمون باز نیست که این ترتیب رو رعایت نکنیم. قبل از اینکه بریم اصلا جمله سازی رو یاد بگیریم میخوام بهتون Satzbau رو یاد بدم. Satzbau چیه بچه‌ها؟ Satzbau در حقیقت اجزای جمله هستن. اینکه هر کدوم از کلماتی که در یک جمله میان چه نقشی دارن. خب میخوام با دو جزء مهم شروع بکنم، فعل و فاعل، که فعل در آلمانی میشه verb، das verb، و فاعل که میشه subject verb. برای شروع میخوام بهتون بگم که از فاعل میخوام شروع بکنم. فاعل ما چطوری در زبان آلمانی تشخیص بدیم که فاعل کیه یا چیه؟ بله درسته، فاعل میتونه هم شخص باشه، هم یه چیزی باشه، یا هم یه عملی باشه که انجامش میدیم. و ما میتونیم از دو تا سوال شروع بکنیم فاعلمون رو پیدا بکنیم. سوال چه کسی و سوال چه چیزی. چه کسی، چه چیزی. وقتی که پاسخ میدیم به چه کسی و چه چیزی، فاعل مشخص میشه. فاعل میتونه یک پرسون باشه، یعنی یک شخص باشه، یک آدم باشه، مثل من، مثل مریم، لیزا، علی، یوان und so weiter. میتونه حیوانات باشن، مثلا دی کاتسه، گربه، ده هوند، سگ. میتونه یه عملی باشه که ما در حال انجام دادنش هستیم. مثلا das Lernen macht mir Spaß، یعنی خوندن، درس خوندن، یادگیری به من لذت میده. چه چیزی به من لذت میده؟ یادگیری. پس یه عملیه که من دارم انجام میدم ولی فاعل من هستش. یا میتونه یه شیء باشه، یه چیزی باشه، مثلا این کتاب، dieses Buch. پس فاعل فقط یک شخص نیست، میتونه انواع و اقسام چیزهایی که بهتون گفتم باشه. فعل چیه؟ فعل در حقیقت عملیه که فاعل انجام میده. یه جمله فارسی مثال میزنم، میگم این کتاب خیلی هیجان انگیز است. اول از همه فاعلم چیه؟ چه چیزی یا چه کسی هیجان انگیز هست؟ چه چیزی؟ جواب میده این کتاب. پس فاعل من میشه این کتاب. حالا فعل من هست بوده و مشخصا خب بپرسیم چه چیزی هست، همون چه چیزی هست میشه مثلا هیجان انگیز است. فعل یک اکت، یک عمله، یه کاریه که داره انجام میشه. مثل خوابیدن یه فعل، یه اکت، یه عمله. مثل خوردن یه عمله. مثل بازی کردن، درس خوندن، تلویزیون تماشا کردن، کتاب خوندن، اینا همشون یه اکت و یک عملن. خب همونطور که میبینید اینجا نوشتم فاعل میتونه یکی از موارد زیر باشه. میتونه ضمیر باشه، پرونومن باشه، مثل من، تو، او، ما، آنها. میتونه یه اسم خاص باشه، مثل اسامی خودمون، الناس، فرشاد، شیوا، اون زوایتا. میتونه اسامی عام باشه که همونطور که گفتم. حالا اسامی عام میتونه یک شیء باشه، مثل دی تور، در، das Fenster، پنجره. میتونه حیونا باشن، مثلا دی کاتسه، گربه، اون زو وایتر. همه جمله ها باید فاعل داشته باشن. تنها جمله‌ای که فاعل نداره جمله مجهوله و اسمش هم روشه دیگه، مجهوله. شما مثلا نمیدونی کی اون اکت رو انجام داده یا چی اون اکت بهش اطلاق شده. مثلا زدم گفتم der Tisch kostet 100 Euro، یعنی این میز 100 یورو می ارزد. فعلم فعل کاستن هستش که یعنی ارزیدن. فاعلم خب اول هم میپرسم چه چیزی 100 یورو میارزد؟ چه چیزی فاعلم در میاد؟ میز. فاعلمون رو پیدا کردیم و عمل قیمت داشتن هم برای میزمون که یک اکت و یک عمله دیگه. این میز انقدر قیمت دارد، پس عمل ارزیدن یا قیمت داشتن هم به فاعلمون اطلاق کردیم. حالا ما هم بلدیم فاعل و فعل رو بشناسیم در جمله هامون، هم از جلسه قبل صرف فعل رو یاد گرفتیم. وقتی میگیم der Tisch یعنی انگار داریم میگیم اون. چه بگیم مثلا اون، چه بگیم der Tisch. هر دوتاش داره اشاره به یک ضمیر خاص میکنه، سوم شخص مفرد. پس فعلاشون شبیه هم صرف میشه. فعل کاستن رو میام ازش وربشتام میسازم، انش حذف میشه، میمونه کاست و بهش اندونگ ت
ت اضافه میکنم، میبینم 2 تا ت پشت هم اومده، نمیتونم تلفظ بکنم، یه ای میانجی میذارم و میشه کاستت. آتیش کاستت 100 Euro. مثال بعدی. Ich mache Sport jeden Tag. خب اول از همه میپرسیم جمله من اینه من هر روز ورزش میکنم. خب چه کسی هر روز ورزش میکند؟ گفتم با چه کسی و چه چیزی فاعل به دست میاد؟ من. پس ich میشه فاعل یا سوبجکت. من هر روز چی کار میکنم؟ ورزش میکنم. پس Sport machen در حقیقت فعلم هستش، پس بهتر اینجا بگم Sport machen. و یه قید زمانم دارم دیگه. من کی ورزش میکنم؟ jeden Tag. هر روز ورزش میکنم. میخوام بهتون اینجا ساختار جمله رو حالا یاد بدم. حالا که کلا با اجزای جمله آشنا شدید، بریم ببینیم مثلا ساختار جمله چطوریه. یعنی در حقیقت هر کدوم از این چیزایی که با هم گفتیم فاعل، فعل، اینا کدام میشینن، چجوری باید به چه ترتیبی باید بیارمشون توی جمله، اینا رو با هم یاد میگیریم. خب فکر کنید ما یه کمد داریم، یه میز داریم و این میزمون 3 تا کشو داره. خب پس ما یه میز داریم 3 تا کشو داره. تو هر کدوم از این کشوها فقط شما یه سری مثلا وسیله میتونید بذارید. کشوی دوم توی این مبحث همیشه جای ورب هستش. در چه جمله‌ای؟ در یک جمله عادی خبری. پس ما داریم در مورد جملات خبری صحبت میکنیم. پس اولین نوع جمله‌ای که داریم امروز یاد میگیریم Aussage Satz هستش، یعنی جملات خبری. جمله خبری چیه؟ همین جمله‌ای که الان دارم میگم، جمله‌ای که آخرش به یه نقطه ختم میشه. مثلا میگم امروز هوا عالیه، من امروز 500 درس خوندم، دیروز بارون میبارید. به اینا میگیم جمله‌های خبری. پس در یک جمله خبری من 3 تا کشو دارم، یه میزه که 3 تا کشو دارم. کشوی وسط شد جای فعل. فعل به هیچ عنوان جاش رو با هیچ کس دیگه ای عوض نمیکنه در جمله. یعنی میگه آقا کشوی دوم مال منه و منم جام رو به کسی نمیدم. میمونه کشوی اول و کشوی سوم. کشوی اول و کشوی سوم میتونن جایگزین همدیگه بشن. یعنی هر چیزی که توی کشوی سومه میتونه بیاد تو کشوی اول و اون چیزی هم که تو کشوی اوله میتونه بره کشوی سوم. ولی حالا جایگاهی که میتونیم برای این کشوها در نظر بگیریم چیه؟ یکیش اینه که سوبجکته که حتما باید گفتیم جمله ما بدون فاعل معنا نداره. سوبجکت و مابقی اجزای جمله هستش که ما کاری بهش نداریم. سوبجکت فاعل جمله منه، کننده جمله منه، عمل جمله من به اون اطلاق میشه. پس یا میتونه بیاد اینجا توی پوزیشن اول بشینه که خب بیسیک ترین حالت در زبان آلمانی همینه که سوبجکت میاد اول جمله میشینه. ما اینجا دیگه یه سری اجزای جمله هم داریم که بهش میگیم حالا ein paar Satzglieder، یعنی یه چند تایی اجزای جمله دیگه هم داریم که میتونه قید زمان باشه، مفعول باشه، قید مکان باشه، ولی در هر صورت جزء اجزای فرعی تر جمله محسوب میشه. بیشتر برای ما سوبجکت و فعل خیلی مهمه که جایگاهشون رو در حقیقت حفظ بکنیم. فقط یادتون باشه که سوبجکت، این نکته مهم، اینکه سوبجکت یا دقیقاً توی کشوی اول میشینه یا دقیقاً تو کشوی بعد از فعل میشینه، کشوی سوم میشینه. یعنی ما نمیتونیم جای سوبجکت رو ببریم مثلا کشوی چهارم یا پنجم بذاریم. الان من یه کمد 3 کشوی دارم، پس سوبجکت من یا تو کشوی اول یا تو کشوی سوم. تو کشوی دوم که هیچ چیز دیگه نمیتونه جز فعل قرار بگیره. مثال میخوام براتون بزنم. دارم میگم ich arbeite heute zu Hause. Ich arbeite heute zu Hause. فعل جمله من که فعل arbeiten هستش که صرف کردنش هم یاد گرفتیم، رفته توی موقعیت 2 برای خودش نشسته. گفتم من کار میکنم امروز تو خونه. چه کسی کار میکند امروز در خانه؟ من. پس سوبجکت مشخص میشه. من کار میکنم در خانه. من امروز در خانه چه عملی رو انجام میدم؟ کار کردن. پس وربم میشه arbeiten. و کی این کار دارم میکنم؟ امروز. پس قید زمانم که Zeitangabe هست میشه heute. کجا میخوام امروز کار بکنم؟ Ortsangabe، یعنی قید مکانم که میشه zu Hause، در
خانه. پس اجزای جمله رو با هم داریم. فعلم که در پوزیسیون 2 همونطور که گفتم جاش ثابته، ولی حالا میتونم اجزای دیگر رو با ایش جابجا بکنم. یعنی ایش رو میتونم ببرم در موقع، یعنی میتونم توی کشوی سوم بذارمش. یعنی بگم برای مثال هایت رو از کشوی سوم بیارم کشوی اول، بگم هایت arbeite، باید سوبجکت بره تو کشوی سوم، راه دیگه ای نداریم. zu Hause. یا حتی میتونم به جای هایت zu Hause رو بیارم توی کشوی اول، ولی باز هم سوبجکت در کشوی سوم قرار میگیره. پس میگم zu Hause arbeite ich heute. همونطور که دقت کردین هایت حتی یه پله رفت جلوتر، یعنی یه کشو رفت جلوتر. اینجا نکته‌ای که باید دریافت بکنید اینه که سوبجکت فقط بین کشوی اول و کشوی سوم میتونه جابجا بشه. حالا اینکه ما توی کشوی اولمون دقیقاً قید زمان بذاریم، قید مکان بذاریم یا فاعل بذاریم، این خیلی بستگی داره به اینکه ما می‌خوایم چه چیزی رو تاکید بدیم. یه وقتی هست می‌خوام بگم من امروز تو خونه کار میکنم، میگم ich arbeite heute zu Hause. یه وقتی هست میگم امروز تو خونه کار میکنم، یعنی تاکید من روی قید زمانه، میگم heute arbeite ich zu Hause. و یه وقتی هم هست که میخوام الان قید مکانم رو تاکید بکنم، میخوام میگم zu Hause arbeite ich heute. پس اون چیزی که بیشتر از همه میخوام تاکید بکنم روش رو در جمله میذارم اول جمله، بجز فعل. فعل اصلا از جایگاه دو جاش تکون نمیخوره. به این جملات میگیم جملات خبری. ولی ما علاوه بر جملات خبری جمله های دیگه هم داریم. حالا امروز با هم دیگه جمله خبری رو یاد میگیریم، کلی مثال میخوایم با هم دیگه انجام بدیم و شما به صورت تمرین پازه بزنید ویدیو رو و در ادامه دوباره نگاه کنید و چک بکنید با من. یه کوچولو تمرین میکنیم با هم دیگه و تو ویدیو بعدی من دو حالت دیگه ای که برای جمله سازی هست رو بهتون آموزش میدم. کلماتی مثل میخوام که فعلش رو هم به صورت ساده و گروند فرم بنویسم که شما بتونید خودتون حتی فعل رو هم صرف بکنید. برای مثال kommen du hier heute. هر کدوم از کلمات معانیش میشه kommen یعنی آمدن، دو تو، هیا اینجا، هایت امروز. میخوام بگم تو امروز اینجا میای. تو امروز، البته بذارید اینو بکنم هیا هن به اینجا. تو امروز به اینجا میای. یا هیا. ویدیو رو پازه بکنید، بنویسید و بعد دوباره با من چک بکنید. خب اول از همه میام بررسی میکنم جمله من Aussagesätze، جمله خبریه، آخر جمله من نقطه که نشسته، پس جمله کاملا مشهوده که خبریه. اون سه تا کشو رو در نظر میگیرم. کشوی اول قرار شد کشوی گزین داشته باشه، کشوی دوم مال فعل، حتما اینجا مینویسمش. کشوی سوم هم که گفتیم میتونه با کشوی اول جابجا بشه و اگر که چیز دیگه هم داشته باشم خب تو کشوی بعدی قرارش میدم. خب فعل جمله من چه چیزی هستش؟ kommen، آمدن. تنها اکت یا عملی که داره اطلاق میشه فعل اومدن دیگه. پس فعل آمدن باید بره تو پوزیسیون 2 قرار بگیره. ولی اول از همه فاعلم رو مشخص کنم. چه کسی به اینجا امروز می آید یا چه چیزی امروز به اینجا می آید؟ خب چه کسی جواب داره. چه کسی؟ آفرین، دو. پس دو شد سوبجکتمون. پس اینجا می نویسیم سوبجکت میشه دو. وربمون هم که شد kommen. ولی خب حالا که ورب دو مشخص شد که فاعلمون دوه، فعل برای دو باید صرف بشه. پس الان باید صرفش بکنیم. دو ریشه فعل کام و اندونگ فعل استه. آفرین، پس دو کامست. و ما بقیه جملم که حالا قید زمان و مکانم دارم. حالا جملم رو میخوام بنویسم. ترجیح میدم با فاعل شروع بکنم. دو آفرین کامست heute hierher. شما میتونید بنویسید du kommst heute hierher. میتونید بنویسید heute kommst du hierher. میتونید بنویسید hierher kommst du heute. مثال بعدی با این کلمات باشه machen die Hausaufgabe heute Abend. machen یعنی انجام دادن، die Hausaufgabe یعنی مشق خونه یا همون homework، heute Abend یعنی امشب. میخوایم بگیم من یه جزء یادم رفت بنویسم. میخوام بگم من امشب تکلیف خونم رو انجام میدم. همونطور که فارسیشو گفتم. چه کسی امشب تکلیف خونه رو انجام میده؟
پس Subjekt من امشب چه کار رو میخوام انجام بدم؟ یعنی در حقیقت دی Hausaufgaben رو machen بکنم، انجام بدم. پس verb machen هستش. حالا machen انجام دادن چه چیزی؟ انجام دادن Hausaufgabe هستش. خب ما 3 تا کشو داشتیم. کشوی اول و کاری فعلا بهش نداریم. کشوی دوم جایگاه فعل بود. حالا که Subjekt دارم شروع میکنم و کشوی اول پر کردن. فعل machen رو میخوام صرف کنم برای ضمیر ایش، کاری نداره. انش رو میندازم میمونه مخ. اندونگ ضمیر ایش همیشه ا بوده، پس ایش مخه. آفرین. دی Hausaufgabe heute Abend. این یه مدل دیگه میتونم heute Abend رو بیارم. اول بگم heute Abend، فعل تکون نمیخوره و ضمیر سریعا بعد فعل میشینه. heute Abend mache ich die Hausaufgabe. خب برای تمرین بهتون این کلمات درهم و برهم میدم. بعد از ویدیو این تمرین رو انجام بدید، توی کامنت برای من بنویسید جمله رو و من اونجا جملاتتون رو اصلاح میکنم. lernen jeden Tag ich. خب جمله این شکلیه که من هر روز در کتابخانه درس میخوانم. فعلم لرننه و چه کسی هر روز در کتابخانه درس میخواند؟ من. بقیه جمله با شما. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد این دوره بدونم. لطفاً ما رو حمایت بکنید. سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. تا جلسه بعدی. چیز